به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم. اینجا ما یه دستگاه معادله خطی داریم، یعنی یک دستگاهی که شامل دو معادله بالای 2x به علاوه 4y مساوی 22 و معادله پایینی منهای 3x به علاوه 7y مساوی 18 است. خب علاوه بر اینکه ما دو تا معادله داریم، دو تا متغیر هم داریم، یه متغیر x، یه متغیر y. یعنی در هر معادله یه متغیر x وجود داره، یه متغیر y. به این میگن دستگاه دو معادله و دو مجهولی. حالا ما میخوایم این دستگاه رو به روش حذفی جواب بدیم بهش. یعنی چی؟ یعنی مقدار عددی x و مقدار عددی y رو به روش حذفی پیدا کنیم. ببینید بچه‌ها، ما تو این سوال برای اینکه بتونیم عبارت‌های شامل x را با همدیگه قرینه کنیم، یعنی ببینین یک عبارت شامل x در معادله بالایی وجود داره به نام 2x و یک عبارت شامل x در عبارت پایینی وجود داره به نام منفی 3x. برای اینکه x ها یعنی عبارت های شامل x ها در بالا و پایین قرینه همدیگه باشن، من معادله پایین را در یه 2 ضرب میکنم و معادله بالا در یه 3، که وقتی که این اتفاق بیفته ما 6x به علاوه 12y مساوی 66 در بالا داریم و منفی 6x به علاوه 14y مساوی 36 در پایین داریم، که بعد میدونیم بعد از اینکه ضرب انجام میدیم پایین و بالا رو با هم جمع میکنیم. خب 6x و منفی 6x با هم دیگه جمع میشن، به اصطلاح صفر میشن. 12y با 14y جمع میشه 26y و 66 هم با 36 جمع میشه 102. پس y میشه چی؟ 102 به 26. y میشه 102 26 یعنی کسر 102 26 که من ساده کردم میشه 51/13. حالا بعد نمیشه حالا مقدار 51/13 که مقدار y هست رو در معادله بالا به جای y جایگزین میکنیم تا بتونیم مقدار x رو به دست بیاریم. این بالا من به جای y می‌نویسم 51/13 و دیگه این معادله که مثل معادله کلاس هفتم هست رو حل میکنم که من تا نصفه براتون حل کردم تا بتونم مقدار عددی x رو به دست بیارم. این میشه حل دستگاه به روش حذفی. دوباره تکرار میکنم، روش حذفی شما باید یا عبارت‌های شامل x در بالا و پایین رو با هم دیگه قرینه کنید یا عبارت‌های شامل y در بالا و پایین رو با هم قرینه کنید که بتونین یکی از متغیرها رو حذف کنین و با استفاده از متغیر دیگه جواب به دست بیارید.